با نام و یاد خدا. سلام، من محمد جواد برزگر هستم، دبیر تربیت بدنی. امروزم توی برنامه‌های ورزش می‌خوایم کنار همدیگه یه ورزش خیلی خوب رو داشته باشیم. دوست خوبم باهامونه، آقا سعید، قراره با همدیگه ورزش کنیم. خب فکر می‌کردید یه روزی با بالشت هم بشه ورزش کرد؟ خب کمبود امکانات آدمو خلاق میکنه. امروز با خلاقیت‌های آقا سعید می‌خوایم ورزش‌های جالبی به شما یاد بدیم تا بهتون ثابت بشه تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی، با هر امکانات کمی میتونیم ورزش کنیم. خب امروز امکانات ما فقط یه بالشته که توی هر خونه‌ای هست، توی هر جایی پیدا میشه. از آقا سعید میخوام که شروع کنه ورزش رو با بالش. البته اینو میدونید که گرم کردن جزو جدایی ناپذیری از ورزشه، پس حتما این قضیه رو جدی بگیرید. توی گرم کردن با بالش میتونیم اول از همه کشش های عضلات پایین تنه و بالا تنه رو داشته باشیم. عوض میکنیم. حالا از تجهیزاتمون سعی میکنیم استفاده کنیم. سعی میکنیم که از بالشتمون به صورت کامل بهره بگیریم. همونجور که میبینید بالا تنه آقا سعید کاملا بالاست و قرار داره به صورت همتنیده با تمام عضلات بدنش. این حرکت به شما نشون میده که چجوری با یه امکانات کم میتونید فعالیت بدنیتون رو داشته باشید، تناسب اندامتون رو داشته باشید و این گوشه‌نشینی و رخوتی که توی خونه‌ها تو جریان برنامه کرونا هستش به کنار بذارید و به ورزش رو بیارید. ورزش باید جزء جدایی ناپذیری از زندگی روزمره تک تک ما باشه. این حرکات هر کدوم میتونه حدود 10 تا 15 مرتبه و در ست‌های 2 تا 3 تایی انجام بشه. در نظر داشته باشید که مکس باید توی حرکتمون حتما لحاظ بشه و عضلات دستمون کاملا صاف و کشیده باشه و این بالش در ابعاد مختلف توی هر خونه‌ای پیدا میشه. خب خیلی عالیه، ممنونم ازتون. میریم سراغ حرکت بعدیمون. داریم یک مقدار حرکاتمون رو در واقع سخت‌تر میکنیم. توی این حرکت که به حرکت پله معروفه، استقامت قلبی عروقی شما لحاظ میشه. برای استقامت قلبی عروقی حتما نباید کیلومترها بدوین یا تست‌های مختلف کوپر یا هوازی بدید یا ساعتها فوتبال بازی کنید. با یک پله و یا یه سطح ارتفاع کوچیک توی خونتون میتونید استقامت قلبی عروقیتون رو افزایش بدید. ولی این بالش خیلی توانایی داره، خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی دیگه از این حرکات اینیه که الان آقا سعید داره انجام میده. خب یک مقدار چالشی تر شده، یعنی یک مقدار سختی حرکت شما بیشتر شده و میطلبه که انرژی بیشتری و تمرکز بیشتری براش بذاریم. به جهت‌های مختلف، یعنی الان با پای راست دارن انجام میدن، قبلا با پای چپ، پای تکیه‌کا و از روبرو. این حرکت از روبرو و تنفسشون هم دارن. بسیار عالی، بسیار عالی. البته ناگفته نمونه که آقا سعید از ورزشکارای خیلی خوب و حرفه‌ای ما و از معلمین ورزش توانمند کشور عزیزمون هستن. بله، حرکت بعدی رو بفرمایید. این حرکت جهشیه و تأثیر بسزایی در حس عمقی مفاصل شما داره. عالی عالی. ما تعداد خیلی کم انجام میدیم ولی شما میتونید این حرکت رو بین 10 تا 15 مرتبه برای 2 تا 3 ست ممتد انجام بدید. حرکت بعدی جهش از کنار. حتما اینو لحاظ کنید که با دستاتون میتونید تعادلتون رو حفظ کنید تو این حرکت. حفظ تعادل بسیار مهمه. عالی عالی. حرکات قدرتی تر. این یک حرکته. بله، اینم شناییه که با استفاده از بالشتا انجام میشه. حالت پلیومتریک داره و در واقع انفجار در عضلات اتفاق میفته. خیلی عالیه، ممنونم از شما، خیلی لطف کردین. امیدوارم که شما مردم عزیز کشورم داخل خونه‌هایی که هستین
الان موقعی رسیده که فعالیت داشته باشید. الان موقعیه که بتونید خودتون رو از بند بی‌تحرکی رها کنید. امیدوارم که همراه ما باشید در برنامه‌های دیگه. موفق باشید.